با سلام خدمت دوستای خوبم، امیدوارم که خوب و صحتمند باشید. دوستای خوبم، با آموزش ویندوز 10 در کنار شما هستیم. در ابتدا میخوایم بفهمیم که ویندوز به چه معنا؟ ویندوز یک نوع اپراتینگ سیستم هست. اپراتینگ سیستم یعنی سیستم عاملی. سیستم عامل ها عبارت از نرم افزارهایی هستند که به ما کمک میکنن که ما به طور بهتر بتونیم از نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر خود استفاده کنیم. یک هماهنگی بین نرم افزار کامپیوتر ما به وجود میاد که ما در اینجا با هم دیگه ویندوز 10 میخوانیم. شما زمانی که ویندوز 10 را روشن میکنید، امی تو یک صفحه براتون باز میشه. این صفحه اصطلاحاً به نام صفحه دسکتاپ یاد میشه. در صفحه دسکتاپ ما یک بک‌گراند ایمیج داریم و روی صفحه دسکتاپ چی رو داریم؟ آیکن ها رو داریم. و در قسمت پایانی صفحه چی رو داریم؟ بخش تسک بار رو داریم. خب ما میخواییم از ابتدا از هم قسمت تسک بار شروع کنیم درس خود را. از قسمت چپ شروع میکنیم. قسمت پایانی به نام چی یاد میشه؟ استارت بتن یاد میشه. شما میتونید ماوس رو بیارین روی استارت کلیک کنید یا که از قسمت کیبوردتان چه دکمه ویندو رو فشار بدین. بخش استارتتان بر شما باز میشه. در قسمت استارت ببینید شما چی رو دارین؟ لیستی از اپلیکیشن هایتون ندارین. این لیست اپلیکیشن های شما هست و در قسمت هم بخش اپلیکیشن هایی هست که شما میخواین که در قسمت استارتتان قرار بگیره. خب این از بخش بعدی چی هست؟ شما میتونید سرچ کنین در کامپیوترتون هر اپلیکیشن، فایل یا هر چیزی که خواستید شده میتونید از قسمت سرچ کنین. بخش بعدی چی هست؟ کورتانا هست. کورتانا دوستای عزیزم، کورتانا مثل سری آیفون باشه که شما میتونید چیزی رو براشون بگویین و او برای شما کدام عملیات انجام بده. بخش بعدی چی هست؟ تسک ویو هست. ببینید این قسمت بخش تسک ویو ما هست. ما میتونید دسکتاپ جدید باز کنیم. ببینید اینجا یک سری برنامه ها هست که بعضیشون باز هست و بعضی دیگهشون باز نیست. شما در قسمت تسک بارتون دو نوع اپلیکیشن رو میتونید اینجا یا دو نوع برنامه میتونید باز ببینید. یک برنامه هایی که باز هست، ببینید من این رو بسته میکنم. قسمت ستینگ از اینجا برداشته شد. و دو، شما برنامه هایی که اینجا پین کرده باشین رو دیده میتونید. چه قسم میتونیم یک برنامه رو در قسمت تسک بار خود پین کنیم؟ میایین شما همون برنامه رو انتخاب میکنین. هر برنامه‌ای که خواسته باشه، مثلا من اینه اکسسه، میایم سرش رایت کلیک میکنم، راست کلیک میکنم. اگر بگویم پین تو استارت، در قسمت استارت من چی ببینین اضافه میشه. اگر رایت کلیک کنم در قسمت مور برم و بگویم پین تو تسک بار، چی میشه؟ در قسمت تسک بار من اضافه میشه. در این قسمت شما مثلا برنامه‌هایی که بیشتر کاربرد داره براتون میتونین پین کنین که به راحتی اون برنامه‌ها رو واس کرده بتونید. و اگر که من خوش نداشته باشم، میام در قسمت تسک بار رایت کلیک میکنم و چی میگم؟ unpin from task bar. چی میشه؟ از قسمت تسک بارم اونمو برنامه برداشته میشه، unpin میشه. خب این قسمت هم بخش نوتیفیکیشن ایریای من هست که بعضی از برنامه های دیگر در قسمت دیده میتونید. و در آخرم چی هست؟ بخش پیکتور ویو هست. اگر ما در هر صفحه باشم و بیایم اینجا کلیک کنم، میبره ما روی صفحه دسکتاپ یا که شارتکتش چی هست؟ ویندو دی هست. من مثلا اینجا باشم، دکمه ویندو را از روی کیبورد به همراه دی فشار بدم، میرم روی صفحه دسکتاپ. یا اینجا چی میگم؟ پیکتور ویو را نشانتون. این شد از قسمت تسک بارم. یک توضیح کلی از صفحه دسکتاپ شد. امید که از این ویدیو بهره کامل برده باشید. خدا نگهدارتان.